بچه من یه بازی پیدا کردم تو این اینا یه ذره ویدیوهاش و اینا رو دیده بودم، شاید شما هم دیده باشین. اسمش بدبختی کوچیکه و آره میشه لیتل میس فورچون اگه درست تلفظ کنم. لیتل میس فورچون که آره یه داستان خیلی دارک داره. یه ذره شو بازی کردم که گفتم حیفه شما نبینید، گفتم برای شما میذاره ضبطش کنم یه قسمت هایشو تا اونجایی که داستانش لو نره خودتونم بتونید بازی کنید ببینید چقدر دارک. من این دوبله فارسیش تازه اومده، فکر کنم هلوش آذر ماهینا اومده باشه. بعد قیمت 90 تومن از سایت چیز گرفتم. چی دوبله بود؟ گیم دوبله. گستاف سوشیما رو هم دوبله کرده این سایت گیم دوبله و بازی دیگه هم دوبله شد داره. اگه خواستید برید ازش بخرید اینا. جایی مجانیش پیدا نکردم. دوباره حمایت ازش هم برید بخرید اگه خواستید دوبلهش رو برید بخرید از همون سایت گیم دوبله. یه قسمت هایی شد. الان من اول شروع کنم بزنیم ببینید، فقط از اول ویدیوشو نگاه کنم چی نمیگم. بازی من خوش اومدین. من قراره میزبان و راوی داستان باشم. قوانین این بازی خیلی ساده. اگه تا آخر بازی دوام بیاری جایزه میگیری. توی جیب مامانم یک کلیده، قد انگشت بلند سفیده. بچه خوب که باشم بد نباشم، خاک و آشغال این دختر قشنگ خانم کوچولوه. اون یه دختر فوق‌العاده از یه خانواده معمولیه. خیلی یکم اکلیل واسه تو، یک کوچیلی هم برای من. قسمت ناراحت کنندش اینه امروز روزیه که اون میمیره. آخه صدا تو اینو دارم نباید الان میشنوم. بگی. میشنوی؟ تو کلی منی؟ خب باشه. آره باشه، پس اسمتو میذارم گنده بک. گفتی امروز من قراره بمیرم؟ مردن؟ نه، کسی حرفی درباره مردن نزد. کسی حرفی نزد؟ میدونی برات یه بازی آماده کردم. یه بازی؟ واقعا؟ واسه من؟ اگه بتونی به آخر بازی برسی بهت یه خوشحالی ابدی جایزه میدم. خب؟ خوشحالی ابدی؟ بهتر اینو بدم به مامانم. آخه باشه قبول. باید بده مامانش. یو ابوالفضل عالیه، فوق‌العاده است. آماده ای؟ آره. اولین مأموریتت اینه که از خونه خارج بشی. باشه انجامش میدم.
خب باید با خونه خارج شد. باید ببینیم اینجا چی داره. نگاه کن، این همون مخفیگاه منه. جالبه، ولی چرا یه مخفیگاه داری؟ از دعوای مامان و بابام خوشم نمیاد. وقتی میام اینجا میتونم توی رویه هم غرق بشم. چشاشو نگاه کن تو. چشم این مظلومی دلت میاد؟ خرسی. این بابزیه، نگهبان مخفیگاه. چشمش رو میبینی؟ توی مبارزه با یه هیولا اینطوری شده. یه هیولا؟ چه ترسناک. آره. خرسی چشش چیز شده. این دفتر خاطراتمه، هیچ کس داره نخوندتش. میخوای بخونی؟ دفترچه‌شو بخونیم. خیلی با نمکم. اینا را خودت کشیدی؟ خودش میگنشه چی؟ میگه بازی با اصاب بازی همو دوست دارم. با مزه است. خب سلام. بنجامین. اون روبا. آره. میگه داشتم با بابزی حرف میزدم، یه روباه دیدم بیرون خونه داشت میرفت. اسمشو گذاشتم بنجامین. نه فکر کنم اسمش بنجامینه. اوف، ای بابا. باباش بهش دروغ گفته. نبردتش پارک. که من خودم رو پرتی خوشگل کردم. چی همچین چیزی. I feel sad. I cry. خیلی ناراحت شدم و گریه کردم و مامانم گفت اوکیه. میگه میترسم به مامانم بگم که ناراحتم، بخاطر اینکه مامانم عصبانی میشه. آخه sometimes وقتا نمیدونم چه احساسی داشت بود، چون کسی به من نگفته چجوری احساسات داشته باش. I wish in a school they would teach us feeling come from. میگه کاشکی توی مثلا مدرسه به اون یاد بدم. هیچی چیز مهمی نیست. Hello Yuri. استفراغ اسمش اینه. استفراغ. feeling for fucks. عاشق روباهه شده. بنجامین come to and we look at each other and my heart feels warm. قلبش اکلیلی شده. and look was out more چی then he ran away because my mom shouted that day. اونجا دیدمش، بنجامین داشتم بازی میکردم بیرون خونه دیدمش، بعد مامانم داد تا شام حاضره، فرار کرد. این چیه؟ خوشم نمیاد بابا مامانو کتک میزنه. آخه بابا مامانش هم دیگر میزنه. تو باباش مامانش میزنه. My daddy hit mommy. مامانم زد. میگه نرماله. میگه کسایی که همدیگر رو دوست دارن همدیگر رو میزنن. من فکر نکنم درست باشه.
میگه که نمیدونم چی میگه من قول میدم که مثل بابام نشم. میگه یه دونه دوست ژاپنی دارم اون سوشی دوست داره، اسمش هم هیروه. اون هیروه، دوست ژاپنیمه، اون یه روحه. ژاپنی صحبت میکنه، نمیتونم باش صحبت کنم، نمیفهمم چی میگه، کانفیوزه. میگه چکمه کابوی، کلاه کابویی میپوشه و چکمه، اسمش هیروه، یه روحه. اینم عکسشه. عاشق اکلیلم. من از مدرسه اکلیل دارم، سوپر شاینی میگه که بابا نوئل فکر نکنم واقعی باشه. چرا چی نوشته؟ چرا به مردم غذا به مردم، چرا کادو میده به مردم به همه ولی آب و غذا نمیده به فقیرا؟ اینم دیگه همینه. نقاشی کشانی کشیدم مگه نه؟ آره خیلی قشنگه، رنگیشم کردم. آفرین. بگم گوجه کندیم، خوشمزه بود. میگه من ترایسیکل دارم، پول نداریم برای دوچرخه. توی دریاچه پیپی کردم، آبش گرم بود. توی دریاچه پیپی کردم. بنجامین دوباره اینجا دیده. عاشق بنجامینه، نمیتونم بهت فکر نکنم. اون عکس رو نگاه کن، شبیه این نازی بودم. چقدر خوشگله. حالا خانوم شدم، برای همین بهم میگه خانم کوچولو. بگم حالا به لباس خوب شد. عاشق کتاب رنگامیزیمم. کادر بود با خودم ببریم. نه با خودم نمیارمش، بمونه واسه بابزی باشه. بابزی کی بود؟ موسیقی. دوست دارم برقصم. دوست دارم پارتی. همیشه پخش میشه. اینجوری میرسه. این عروسکای کاغذی رو خودم ساختم. این کیمبرلی، این هم استیوه. اونا تو سفرم دارن با آدم بدا میجنگن. اکلیلم. خانم کوچولو اکلیل میپاشه. کوچولو اکلیل میپاشه. اینجا یه هیولا دیدم. انگشت رو نشونش دادم، پس تو دیگه بر نگشت. انگشت بهش نشون دادم. ولی قبل از اینکه بری
بگو کدوم اسباب بازی رو با خودت میبری؟ نمیشه دوتا؟ نه دختر، فقط میتونی یکی رو ببری. یادت باشه انتخابی که انجام میدی خیلی خیلی مهمه. باش، یکی رو انتخاب میکنم. خب یونیکورن قطعا دیگه. سامی یونیکورن با کوچولو قراره بمیره. باید خیلی خوب شوخ نرمو قشنگ ما انتخاب میکنم. عالیه. به کمک تک شاخ جادویی دیگه اشتباه نمی کنی. میدونم. تک شاخه رو میدونی دوست دارم رو چیزهای مختلف اکریل بریزم تا براق باشن. آره. شادی واسه همه چیز. هی توی که پشت صفحه نشستی، یادت باشه بهت گفتم اون امروز میمیره. لطفاً بین خودمون بمونم. خب این یادآوری نکن دیگه. من عجب آدمیه. یادم میفته بنده خدا مام بزرگ بشه. مام بزرگه، اونم پوشک بپوشه. تو هنوز پوشک میپوشی؟ نه، خیلی قدیمی شده. کار بشه. چرا قشنگ حرف بزنه. مامان به لیوانه علاقه داره. یه بار داشتم میدویدم یه فنجون شکستم. مامان فهمید کار کی بود؟ بعدش تا 5 روز توی غذام خورده شیشه پیدا میکردم. یه چیزی این لیوانو زده شکسته، چرا تو غذاش خورده شیشه پیدا میکرد؟ مامانش روانیه. میگه که بدو نیفت. وای همه شکست. این یه نمونه بارز از علت و معلول بود. ممنونتیو. نگران نباش، بهش نمیگم. باش ممنونم. میشه دیدش بریم چیکارش کنیم؟ شاید بتونم درستش کنم. بخیال تو قرار بمیری بلش کن دیگه. بیخیالش. من یه خانم کوچولوی قویم. آفرین تو قوی. نگاه کن منم. ماما بهم گفته به یه لبخند بزنم حتی که ناراحتم. دوست بابام شکارچی بود و این گوزنو کشت. دخترش اریکا فکر کرد تفنگ باباش اسباب بازیه. رو به مامان و باباش هدف گرفت و بوم بوم. بعد مامان و باباش مردن و خیلی ناراحت شد. میخنده میگه دوستم اریکا زده مامان باباشو کشته. میخنده. یعنی چی؟ دارم دیوونه میشم. اینجا بوی سیگار میاد. آره اون مامانمه. اون خیلی نوشیدنی میخوره. خب آماده که اولین مأموریت رو تموم کنی. آره درسته، میخوام برنده بشم. یخچال بازم خرگوش مرده؟ چقدر به بابا بگم من زنده دوستش دارم. من زنده دوستش دارم. آخه خرگوشی اکتیت باشی جنگیش کنم. غذا ماما این چی بوی بدی داره چیه؟ اونا حیوانای مردن، همینو بس. عجب. خرگوش مرده جنگش بزنم. در یخچال ببرم.
سال سود همه چی با اکلاش خوشگل دیشب شام میکنه. خیلی خوبی داشتیم. مامان مست نبود، بابا هم با هم سلام کرد. این بنده خدا چقدر توقعش پایینه. شام خوب اینه که مامانش مست نباشه، باباش هم سلام، فقط سلام بده بهش. وقتی بازداشتم میخوام مثل مامانم باشم، یه معتاد نوشیدنی. میخواد معتاد بشه. دوباره امروزی کار میکنه امروز تازه مامانت بگی میخوای بری؟ نه. مامانت چرا بگی بری؟ باید ساکت باشیم باشه. بگو ببینه. صبح روز بخیر. خانم کوچولو عصر شده. باشه. صبح عصر بخیر. اینا چی داره؟ من همیشه سمت چپ اول نگاه میکنم، میخوام برم. خیلی نبود. اینجا بود که یه روباه با نمک دیدم. اسمش بنجامینه. دوربر خونه بود، از تو پنجره میدیدمش. خیلی با نمک بود. خانم کوچولو خواهش میکنم حواست به حیوانای وحشی باشه. تا نباید به روباها اعتماد کنی، اونم موجودات بدی هن. چی؟ یه روباه خلافکار؟ مسخره است. روباها کلک میزنن. شاید این ازدخ به دستشوری میده. چون توش دیش کرده. واقعا حال به هم زنه. دیوونه نه هست. بزی اون بار که بابا توش بالا آورد، اون واقعا حال به هم زنه. های بابا معمولا اینجا میخوابه. ماشین میخوره. بابا بابا شبه تو ماشین میخوره. خوبه. سلام پیشی. بیا اینجا. پیشی بیلیاقت نرو. الان ماشین میزنه بهت. ای بابا هیچ وقت نمیتونم حیوانه با من سر و ناز کنم. خب قبل از اینکه ادامه بدیم باید قوانین بازی رو بلد باشی خانم کوچولو. باشه. یادت باشه ممکنه در مسیرت مجبور به انتخاب بشی. خیلی خوب. هیچ درست و غلطی وجود نداره، فقط انتخاب کن. باشه نتیجه کارا. وقتی بازی رو تمام کنی جایزه خوشحالی ابدی نصیبت میشه. آماده‌ام. مأموریت بعدیت اینه که از جاده رد بشی. باشه از پسش برمیام. یه نگاه به چپ یه نگاه به راست. ماشینی هست نه؟ حالا میرم. خیلی آروم. ماشین نزنه. وای کدوم هیولا؟ من که چیزی ندیدم. اونجا بود خودم دیدم. خیالاتی شدی خانم کوچولو. آره درسته، یه خیال بزرگ. ادامه بده، قرار حسابی خوش بگذره. باشه. این تنم سیخ شده. چی بود؟ اصلا خیابون ماشین نزنه بهت. رد شد. حالا رو مرده. نگاه کن یه برنده خوابالو. زود باش خانم کوچولو، باید بریم. خوابالو مرده. اکلیل میپاشیم. اکلیل او تازه شروع شد. اکلیل میپاشیم.
میخنده چقدر بدشان چی کاره از همین تیتراژش معلومه چقدر داری که خونه سوخته اصلی میکشه بدشان میخندی لیتل میسپوچون بچه‌ها کوچولو خیلی از اکریلام استفاده کردم. خیلی خوب. ما کجایی؟ بریم این جلو سگه اینجا که تو نیسته دیدم. سلام آبو، چه کلاه قشنگی. خانم کوچولو تمرکز کن. یه انتخاب سخت داری که به هاپو هم مربوطه، ولی حواست به انتخابت باشه. میگه اگه باش بازی میکنی یا میذاری آزادش کنی. این تو این نیسته دیدم. اینو اصلا هیچ انتخابی گفتش دیگه. گفت اولش هیچ انتخاب درست و غلطی وجود نداره، فقط انتخاب کن. میدونم مثلا درستش اینه که اگه آزادش کنی فرار میکنه، ماشین میزنه فلان فلان فلان، ولی خب باش بازی کنی یه دختره یه توپ پرت میکنه بهش، بعد درخت شاخش میشکنه میفته روش، سگه میمیره. هیچ درست و غلطی وجود نداره. الان اگر اینو انتخاب کنیم اتفاق میفته. حالا اگه آزادش کنیم و بهتون نشون بدم چه اتفاقی میفته. آزادش میکنم تا بتونیم بریم مهمونی. چی؟ مطمئنم که آبو میخواد بره مهمونی. اون کلاه خوشگل واسه مهمونیه. درسته، مهمونی. همون مهمونی جورج. احتمالا این باید سگش باشه. خب پس میریم؟ آره، چرا که نه. یه کمی جلوتر از اینجاست. زود باش آبو، بریم مهمونی. زنده موند. انتخاب درست اینه، یعنی انتخاب درست و غلط وجود نداره، ولی خب چیزی باید انتخاب کنی که انتظارشو نداری. اشتباه رو باید انتخاب کنی از نظر خودت. درست هیچ چیزی درست غلطی وجود نداره. مفهوم بازی خیلی باحاله. آبو دارم نازت میکنم، ناراحت نمیشی؟ دوستم داری؟ بازیش هم میکنی. این چیزی که فکر میکنی از نظر ما درسته، بازی کردن باهاش بهتر از اینه که آزادش کنی، یعنی در اینجا اشتباه و آزاد کردنش درسته. درست غلط وجود نداره. نازی من چی آبو کوچولو؟ بریم. مثل این که یه بار رفتیم موزه و مامان بهم قلاده بست. اون گو خیلی قاقاب پیش بینیم. بذار حدس بزنم، اون فقط بهت شیرینی میده مگه نه؟ حالا چی؟ میدونی هر روز میتونم شیرینی بخورم. من معتاد شیرینیم. نازش بهش قلاده داشته. بذاریم نازش کنیم بباریم پول. اسم نازناسیه؟ چون بهت میاد. میگه ورود سگو ممنوعه. واقعا که فاکسشم رو داشتی آقا. آقا چقدر چند بشی استفاق نخور. ای وای. سگه رفت استفاق خورد. نایسی بای. میتونم رد پامو ببینم. برو رد شون چیه؟ ببینم چی بالا آوردم. کلی اکلیل هست و اکلیل خورده. دیگه نمیتونم نگاش کنم. اگه میشه بیا بریم. باید نازش کنیم. چقدر نرمه. به صدا موزیکش یه باری کم کنم. بهتر.
جواب نداده چون اینجا پر آشغاله. چه نظر خوبی خانم کوچولو. ممنون. خب خانم کوچولو، اون برای این دریاچه تو یه قدم به جایزه خوشحالی ابدی نزدیکتر میشی. و مهمونی نه؟ بله و مهمونی. خوبه پس بریم. بیا نزدزی. بکنی وایسا اینجا چیه؟ هاپو داری چیکار میکنی؟ یه گنج پیدا کردی؟ خانم کوچولو به نظر راز ساحل رو کشف کردی. ساحل یه رازی داره؟ آره بریم ببینیم. نگاه کن، یه شیرینی فال و یه شیرینی هاپویی. یکی واسه من و یکی واسه هاپو. عالیه مگه نه؟ آره ولی فقط میتونی یکیش رو برداری. یه شیرینی یا غذا برای سگ. غذا برای سگ. آره دیگه سگ غذا بدیم. شیرینی هم گفت دوست داره آخه. هیچ درست و غلطی وجود نداره. من به سگ غذا میدم. درست اینه که به خودش شیرینی رو برداره. میخوام به سگ غذا میدم. از یه هاپو رو میبرم بهش میدم تا دوستم داشته باشه. بفرما هاپو، تو نمیدونی که یه آخرین غذا تو میخوری. نه هاپو نرو. نازی پرنده های سیاه لعنتی. خدایا جورج حتما خیلی ناراحت میشه. آره امیدوارم دوباره بتونم هاپو رو ببینم. مطمئنم همینطوره. گنده بک چرا همه منو تنها میذارن؟ من هنوز اینجام. آره درسته ممنونم. یه بار اینجا سرم توی کیسه پلاستیکی گیر کرد. یادمه که خوابم بود و بعدش توی بیمارستان بیدار شدم. وحشتناکه. آره نزدیک بود بمیرم. برو دیگه. خب گنده بک مهمونی هم تو مسیر خوشحالی ابدیه. آره تو مسیره. خوبه. به این فکر کردی که چطوری به جورج داستانو بگی؟ راجع به هاپو؟ آره یعنی اگه بخوای. به جورج بگیم. بگیم چرا نگیم. درستش اینه که بگیم. نه اصلا من میخوام بگم. معلومه این تنها کاریه که میتونم واسه هاپو کوچولو انجام بدم. این از شجاعت زیادته خانم کوچولو. ممنون. ما آدم خوبی هستیم میگیم همه چی بخواهید. ببین یه قایق. سلام. نرسیدیم؟ فقط یه کم دیگه مونده. باشه. ماهی. یه ماهی. حالا چی کار کنیم؟ آزادش کنم. میخوام بندازمش تو آب. به ماهی میده. خدافظ ماهی کوچولو. بالاخره رسیدیم خونه جورج. وقتی میخوام خودم رو معرفی کنم دست پاشه میشم. چیزی نیست خانم کوچولو، تو اونقدر شجاع هستی که حقیقت رو بگی. بیخیال این کار به خاطر هاپو انجام میدم. به خاطر هاپو. زنگ بزن یا در بزنی چه فرقی میکنه؟
چه سوالایی میپرسن؟ آدم زنگ میزنی چی میشه، در میزنی چی دیگه میشه. زنگ میزنی کسی جواب نمیده. بدون دعوت میرم تو. چه پروه. وقتشه بریم مهمونی. برو دیگه. یه آقایی رو دیدم که درست مثل این ماهی روی آب شناور بود. آدم معتدی چرا اینجوریه این بچه؟ عجب عکسی. کاش منم یه عکس اینجوری با مامان و بابام داشتم. باباش عکس نداره. یا ابوالفضل. سلام. خانم کوچولو چی شده؟ هیچی. مطمئنی خونه رو اشتباهی نیومدیم؟ پس مهمونی کو؟ سلام. ببخشید شمایی؟ شما صاحب هاپویی؟ چون خبرهای بدی براتون دارم. آنا سب کن، انگار اون خودشو با تناب دار زده. Don't forget to like and subscribe.